سلام عزیزان. امشب داستان یوسف و زلیخا رو میخواییم براتون تعریف کنیم. امیدوارم از این داستان نهایت لذت رو ببرید. خدمتکار پیر گفت وقتی اون پسر وارد شد انگار نور ماه تغییر کرد. انگار کاخ فهمید که دیگه هیچ چیز مثل قبل نمیمونه. یوسف وقتی وارد کاخ میشه نگاهی به اطراف میکنه. یه سکوت سنگینی رو احساس میکنه. پوتیفار با صدای سرد گفت اسم. یوسف گفت یوسف فرزند یعقوب. پوتیفار گفت از امروز تو در این کاخ خدمت میکنی. فقط ببین، نپرس. فقط اطاعت کن. یوسف گفت چشمها میبینن ولی ذهن همیشه سوال میسازه. یوسف با خودش میگفت این راهروها نقشه دارن. هر پیچ، هر در، هر سکوت یه نشونه است. یوسف به اتاقی که ممنوعه بود نزدیک میشه. صدای زمزمی از داخلش میشنوه. زلیخا از پشت در با صدای نرم و مرموز میگه تو فقط یه برده نیستی. من اینو از نگاهت فهمیدم. یوسف گفت نگاه ها چیزی رو میگن که زبان ها پنهانش میکنن. زلیخا گفت تو از کجا میدونی که این در نباید باز بشه؟ یوسف گفت چون هیچ کس ازش رد نمیشه ولی همه ازش میترسن. خدمتکار پیر به یوسف گفت اون اتاقی هست که خانم هر شب میره اونجا. وقتی برمیگرده یه چیزیش فرق کرده. انگار یه تیکه از خودش رو جا میذاره. یوسف گفت هیچ کس نمیپرسه چرا؟ خدمتکار پیر گفت چون هر کسی که پرسید دیگه دیده نشد. یوسف گفت من اینجا برای خدمت نیومدم. من اینجا برای کشف اومدم و این کاخ یه راز داره که باید فاش بشه. یوسف در ذهنش گفت هر شب یک در باز میشه ولی نه برای همه. فقط برای اونایی که جرأت دارن ببینن. زلیخا آروم از پشت در میگه تو از اونایی هستی که میخوان حقیقت رو ببینن ولی آیا آماده ای؟ یوسف گفت حقیقت همیشه درد داره ولی دروغ زخم نمیذاره، میکشه. خدمتکار پیر گفت اون آینه ها فقط تصویر نمیدن، خاطره میدن، ترس میدن و گاهی آینده. یوسف با صدای متعجب پرسید اینها همه چهره منن؟ زلیخا از پشت سر گفت تو فقط یه چهره نیستی. تو یه وسوسه‌ای، یه طلسم. یوسف گفت و تو دنبال جاودانگی هستی نه عشق. زلیخا گفت عشق فقط راهیه برای رسیدن به جاودانگی. یوسف گفت اگه زیبایی من قرار زندانی بشه پس باید فرار کنم، حتی اگر با درد. پوتیفار گفت تو وارد اتاق شدی که حتی من ازش دوری میکنم. چرا؟ یوسف گفت چون سکوت شما از فریادهای اون اتاق خطرناکتره. زلیخا گفت من فقط خواستم زیبایی رو حفظ کنم. اون اشتباه نکرد، من بودم. پوتیفار گفت اما در این کاخ حقیقت مهم نیست، فقط نظم. یوسف گفت
منو زندانی کردن، ولی ذهنم هنوز آزاده و ذهن آزاد خطرناکترین چیزه. زندانی گفت تو با اون زن روبرو شدی و هنوز زنده ای، چطور؟ یوسف گفت چون من دنبال حقیقت بودم، نه عشق، نه انتقام. زندانی دیگری پرسید ولی حقیقت همیشه بهای سنگینی داره. یوسف گفت من آماده‌ام، چون منو برای دیدن تربیت کردن، نه برای ترسیدن. زلیخا گفت تو هنوز همون چهره ای رو داری، ولی من دیگه نیستم. یوسف گفت زیبایی اگر درونت نباشه فقط آینه شکنجه است. زلیخا گفت من همه چیز رو دادم برای چیزی که هیچ وقت مال من نبود. یوسف گفت من همه چیز رو از دست دادم تا خودم رو پیدا کنم. خدمتکار پیر گفت و این گونه کاخ نیل راز خودش را از دست داد، ولی هنوز سایه‌هاش باقی‌اند.